این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستیست که بر گردن یاری بوده است. خیام میخواد تو این شعر به ما مرگ و یادآوری کنه. خیام جور توصیف میخواد بکنه که روزی یه شخصی بوده مثل من عاشق، دستش در زلف یارش بوده، اونو بغل میکرده و دستش در گردن یارش بوده. در نهایت اجلش فرا میرسه و میمیره و نقاب خاک روی صورتش میافته. بعد از سالیان دراز کوزه‌گری از اونجا رد میشه و خاکی رو برداشت میکنه، اما نمیدونه که این خاک عاشقی بوده سینه چاک، و از اون خاک میره و کوزه میسازه. و اینجاست که خیام میگه این کوزه چو من عاشق زاری بود.